دوستا و امید از اینکه خوب صحتمند و سر حال باشین. امید صحتمندی یک شما را دارم و با امید از اینکه خوب باشین، آرام باشین، جور باشین. دوستان عزیز، همینی که براتون گفتم، اربکله یا گاولیماک. میریم ویدیوی باقی را بیننده می باشیم و این موقعیت که از شروع راهی است که ما میخواهیم ویدیوهایی برای شما از این مسیر، از این باغ، از این جا داشته باشیم. دیگه موفقیت های شما را و شما هم از ما را خواهان باشین و میگردیم این جنگل گاولیماک. اینجا تموم شد، جنگل های دیگه است. به خاطر که خسته کن نشه یک جای براتون، من کوشش میکنم از چندین جای دیگه و سفرهای دیگه هم داشته باشیم تا خسته کن نشه. و پس در ادامه ویدیو ما را همراهی کنین تا با یک دوست جدید و یک دوست که همیشگی در ویدیوها با ما و شما می باشه شروع میکنیم. نگاهی از باران، چشمای یاران. دیگه اصل کیفش و بی بارانش هم هست. این منطقه خیلی منطقه خوب و تر و تمیز و لکس و آرام و هوای خیلی عالی. و این باران هم به اولین برنامه ما تشریف آورد و ما خوشم شدیم و اولین جایی را که ما میخوایم برای شما به نشر برسانیم همین منطقه است که تقریبا رسیدیم. رسیدیم به گاولیماک. به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمام شما عزیزان که همکنون چینل ما را بیننده هستین. به امید صحتمندی یک شما دوستان عزیز. منظره خیلی زیبا، جنگل خیلی عالی و جنگل های متعدد دیگه هم در پهلوی ازی است که در نمو حتما براتون معلوم میشه. شما یعنی که دوست دارین جنگل و باغ و سرسبزی و هوای خوب و اینا را دوست دارین، چینل ما را سابسکرایب کنین و همچنان دکمه زنگ فشار بتین و کامنت بذارین تا ما بفهمیم بیننده داریم و بر شما از جنگل های متعددی از داخل جنگل ویدیو بذاریم تا باشه پیشرفت ما هم شوه و شما هم از جنگل های زیبا و مقبول مازندران، گیلان، آمل، مامل، همه جایی که سرسبزی داره، جنگل داره، دریا داره آگاه شوین و او جای تفریح را شما مثل که من میایم دیدنش شما هم تجربه کنین و بیاین. سلامتی کلتان. دیگه اولین جنگل را گذاشتیم، جنگل است در رامسر، شهر رامسر، منطقه کتالام و سرک گاولیماک و همچنان خیابان که براتون باید بگویم طبیعت سوم می باشه. یک نفر ما را در این ویدیو همیشه همراهی میکنه و او هم است جانا اینجا بیا جلوی دوربین سلام کن. آفرین دختر خوب. دیگه به تمام ویدیوهای ما حتما جانا خانم می باشه و فعالیتش مثل ما که فعالیت میکنم این هم فعالیت داره.
و با مشکل اگه بر بخوریم جانا به داد ما میرسه، چون جنگل از هر آن چیز پیدا میشه. منطقه متعدد، جای خیلی خوب، میوه های خیلی خوشمزه. این نارنگی است که آماده به پختن شده. پختنه که پخته به خاطر خوردن میشه مثلا استفاده کرد، مشکل نداره. دیگه در ادامه ویدیو ما برای شما جای خیلی خوب نشان خواهیم داد. ایران به خاطر نمیفهم چی درست کردن آب استاده. دیگه درخت های گردو که زمان گردو گذشته و ما دیرتر آمدیم و ویدیو گذاشتیم برای شما. فعلا میوه هایی که در این جنگل که ما فعلا موجود هستیم، میوه هایی که است، نارنگی است، پرتقال است، از این خانواده هر آن چیزش که بخواین است. نارنج است. این نارنگی که گفتم پخته شدن. البته از خشک بابم فقط گردو داشتیم که گردو تمام شد. درختایش هست. این درخت گردو است. دیگه چهار طرف ما جنگل است، خیابانا هست، مردم رفت آمد میکنه، مسافرها میاین و همچنان فعلا ما خرمالو داریم، یعنی املوک دورانش هست میچینن، انار دورانش هست میچینن که ما درختایش حتما براتون نشان میتونم بار داره امسال، بخصوص خرمالوی ایران که همون ما شما املوک میگیم، خیلی زیاد است. و این منطقه ما هم که بیشتر خرمالو و همین میوه های مثلا نارنج و لیمو و اینا رو بیشتر داره. در ادامه ویدیو ما رو همراهی کنین، میریم سمت بالا. دیگه خصوصیات شهر با زیبایی و با جنگل ها و با خیابان های مقبولش و یه هم درخت های انار و براتون گفته بودم که این منطقه که فعلا آمدیم گاولیماک است. دقیقا گاولیماک. پرچم ایرانم و او تابلو را اگر ببینین کاتالوم رامسر 3 کیلومتر. ما 3 کیلومتر آمدیم سمت پایین که میشه گاولیماک. جانا بیایید. دیگه جانا یکم اذیت میکنه و این مناطق داره، این جنگل ها را داره. من کوشش میکنم هر یکی از جنگل ها، چی اینجا چی پایین بالا، جنگل های خصوصی، جنگل های دولتی، همیشه چی منظره مقبول درست کردن از سنگ. همیشه براتون با معرفی میگیرم و همراه که داریم. جانا همراهی ما میکنه. بیا جانا. دوستای عزیز، من من حیث یک افغان، من حیث یک کسی که از افغانستان هستم برای شما میگم زباله تانه در سرک نندازین. قسمه که براتون گفتم و چند لحظه پیش ما در بالا قرار داشتیم، آمدیم سمت پایین و این منطقه اینجا خصوصی است. جایی که میرم و میبینه علفاش گرفته نشده بفهمین که اون منطقه دولتی میباشه، یا هم از کسی میباشه که اصلا در جنگل زمین داره ولی میوهش هم استفاده نمیکنه و خودش نمیایه. با سالها و 2 سال بعد و 1 سال بعد یک بار شاید وارد جنگل ها شود. بیشتر از این دیگه فکرتان درگیر نمی کنم.
ویدیو کوتاه باشه زیبا می باشه و همچنان مهم نیست که من مثلا کی هستم، معرفی یا زندگی نامه من زیاد مهم نیست و همین که شما طبیعت هم میبینین از میوه هایش، میوه بی است، از میوه هایش و جاهایش لذت میبرین، همین برم کافی است. مهم نیست که مثلا من کی هستم یا بینندای من کی است، از کدام قوم است، از کدام خیش است، از کدام جمله مردم است. لطفا دوستا زباله تان اینجا نندازین، بیاین چکرتان بزنین. ما همیشه گفتیم کشور مهم نیست، موفق باشین، سربلند باشین، کامیاب باشین، پیروز باشین. الله نگهدارتان تا برنامه بعدی.